ایردراپ پیکسلورز یا ایردراپ معتبر و یه بازی متفاوته که میتونیم از این بخش امتیاز بگیریم. یکیش ارنه که با تپ کردن و کلیم امتیاز میده به همون، بعدی اینوایتش با رفرال گیری امتیاز میگیریم و بعدی فایت که مهمترینش هم همین قسمته. میاییم و روی آپگرید میزنیم فایترامون یا کارتامون رو ارتقا میدیم، از سکه همون خرج این قسمت میکنیم. این بخش هم میتونیم فایتر بخریم. حتی یه وارد فایت نشیم، مبارزه نکنیم، باید بیایم کارتامون رو ارتقا بدیم تا لولمون بره بالاتر. وارد فایت بشیم، اگه ببریم سکه میده به همون و اگه ببازیم سکه از دست میدیم. بعدیش هم بخش ریوارده که با سر دادن